رهبر هیئت ناظران بین المللی انتخابات تاجیکستان میگوید در کارزار انتخاباتی رقابتی واقعی به نظر نمی رسد. پرسکی و بدسکو در این باره روز جمعه از ضمن شرح گزارش میان دوره‌ای ناظران درباره انتخابات سخن گفت. طوری ما در ثبات میان دوره‌مان قید نموده مرکه پیش از انتخاباتی تقریبا آرام گذشت و نامزدها به طور چشم‌رس مرکه خود را تشکیل کردن نتوانستند با استثنای پرزیدنت فعلی کشور. البته ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که مطبوعات تاجیکستان عمدتاً امامعلی رحمان رئیس جمهور فعلی را ترغیب می‌کند، اما به 5 نامزد دیگر به مقام رئیس جمهور اهمیت نمی‌دهد. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از طرفدارانش خواسته است در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنند. شورای سیاسی حزب گفت بنابر بی‌عدالتی و ثبت نام نکردن عین حال بابا نظر و نامزد یگانه حزبی مذکور با حزب نهضت اسلامی آنها انتخابات را تحریم می‌کنند. این یکی از راه‌های پیشگیری انتخابات ناعادلانه در تاجیکستان میباشد و همزمان مسئولیت حکومت و اداره‌های مربوطه دولتی را که برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتیک مسئول بودند زیادتر می‌نماید. مقامات تاجیکستان گفتند که قرار تحریم انتخابات از سوی حزب سوسیال دموکرات به اهمیت است و تاثیر به کارزار انتخاباتی ندارد. انتخابات ریاست جمهوری روز 6 نوامبر برگزار می شود. امیرقل عظیموف رئیس کمیته امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان میگوید از مقامات امنیتی خواهد خواست جوانان تاجیکی را که در سوریه می جنگند به کشور برگردانند. امیرقل عظیموف به رادیوی آزادی گفت اگر خبری حضور 190 شهروند تاجیکستان در جنگ سوریه درست باشد پس وظیفه مقامات امنیتی است که آنها را برگردانند. مفتی اعظم سوریه چند پیش گفته است که در صف شورشانی که علیه حکومت رئیس جمهور بشار اسد می جنگند 190 جوان تاجیک هم هستند. سفارت تاجیکستان در آلمان میگوید تمام کارهای لازم برای رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری را انجام داده است. در نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در آلمان یک خطعه رایدهی برای تاجیکان مقیم اروپا باز شده است. سفارت جمهوری تاجیکستان در آلمان هم مسئول جمهوری چخ و پولش هستند و ما از تمام شهروندان تاجیکستان که در جمهوری چک و پولش اثر میبرند از آنها دعوت میکنیم که بیایند به شهر برلین و رای خود را هم در سفارت جمهوری تاجیکستان در برلین در قطعه انتخاباتی رای خود را بدهند. در آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا صدها نفر از شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. حکومت تاجیکستان با فرمان برای فوتبال بازان دسته خیر ناحیه وحدت برای بنیاد منزل زیست تقریبا 6.5 هکتار زمین جدا کرده است. بار اول است که حکومت تاجیکستان مخصوص به فوتبال بازان یک دسته برای خانه زمین می‌دهد. خیر است تیم‌های قوی فوتبال تاجیکستان 4 سال است در لیگ عالی فوتبال کشور بازی می‌کند و این سال با 29 امتیاز در مقام سوم است و امکان دارد نشان برنجی مسابقات را به دست بیارد. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی، در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب و گوگل پلاس و هم ضمیمه مخصوصی رادیوی آزادی برای تلفن‌های هوشمند.